چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی تا کشید دست محبت، شو طفلان بر سر و رویم کجایی؟ کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی؟ چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی تا کشی دست محبت، چو طفلان بر سر و رویم کجایی؟ هنوزم جز رای دامان تو رای نجویم، کجایی تا برایم قصه گویی قصه گویم؟ هنوزم جز رای دامان تو رای نجویم، کجایی تا برایم قصه گویی قصه گویم؟ کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی؟ کجایی یار محبوبم کجایی؟ کجایی؟ بله بیسیپر روحان در پچای سیاه، در پچای سیاه، پانی پر دشمله، پانی پر دشمله، پانی پر روب روب بیادی پینجیه داری پچای سیاه، داری پر دشمله، داری پر روغن، پانی پر روب، پانی پر دیگه چی؟ این پینجه کی داده؟ بابا تو؟ یا ننه؟ بابا دادم. خب تو از بابا نپرسیدی که بابا من آدم کلون نام خدا لکته شدم، مر مسخره میکنین که ما برو مدام دکنم با مردم بگم که بگیریم ما 5 ریپ دشمله بدیم، 5 ریپ روغن 10 ریپ روغن بدیم، 5 ریپ چای سیاه بدیم، انا ساز بیا سیاه، ساز بیا سیاه، سبز اینا بده با بابا بگو ما مسخره نکنیم، خود شما بریم بده. یالا کل کل تو تا دل بشه دلچینی طفلان. بیایم از شب هفته بشینم بر مزار تو، بگیرم دست دنیت کنم مادر نثار تو. خداحافظ خداحافظ تو ای مادر، تو را بسپارم من به دست خدا تا هفته ای دیگر. من به دست دلچینی ما پینجه ری کنم چه نرسی برادم این سویدا بابا ها کردارم بند باشه بعده من کته شدم دلچینی رو بگیم بلده کن مستنه، من کته شدم بعد ما برم بگم داری به دشمله بده نه همون بچه نادون میتونه که برای بستونه، هم خود تو فکر کن. شما برو 50 نمشته کنیم. ها همین گب رو داره که من بچه نادون رای کنم. تو خیلی آنه سکو پینجه ریپه 20 روپه روغن میستونی، 10 روپه روب میستونی، 10 روپه چای سیاه میستونی، 5 روپه هم دشلر میستونی. دنباله را چه بوند ورده بیایی. دنباله را بیارم. بیاره. دنباله را بستو بیاره. من خجالت میکشم. چرا خجالت میکشی؟ نه خجالت چی چند 10 روپه روب بشه. خب من یادم چه کار کنم؟ من کجا بیارم؟ ها؟ برج 2600 همین سرام کرا میدم. هم تل و خرج شما را همین 10 روپه اگه بشه بیشتر ازش مگه شما بیشتر نمیستندم. من کجا بیارم؟ هم تو فکر کو. هم کلا خود تو بخدا پیش خود کردی. این رو ساعتی پسری بیسی به من کار میکنم تلم نون خوش که شما بیشتر نمیشه. قصد به برقم قصد به برق قبض برقم بیا ماده چه کار کنم؟ قبض برق بایش تغییر کنم کس هر گاله به قرضم نمیده. چرا گریه میکنیم بابا؟ قبض برق ازی برامده غم شکل که شکل ما گوشنی شما رزی بر کرای سر ازی و همه چه کار کنم؟
من کجا بیارم میگی که تو در چه 20 میدی روغن بستنم من کتلا شدم وقتی که تو 20 به روغن نزدی چی بستنی؟ ما غریبی بابا ما غریبی خب خود تو که میفهمی غریبی دیگه بگو تو میگم برو 20 به روغن برو بستو دیگه چرا میگی من کتلا شدم؟ به خدا خجالت میکشه تعدی کنم 10 نفر استاده اما بکن 20 به روغن بده میگم اینه پیرگی لک سختی البته خبر ندارم خدای پاک به ما نداده بابا من برای بدشت بخود بیجی برای رسونم تیب روغن رسونم چه من به 20 بگه اگه روغن بستدی دادری پر روغن بست چه بستدی؟ گریه نکن بابا دل بخوی چک نکنه بابا بخی برو بخی ها بخی اینا برو بستو شما برای بابا ها من اگه فیلم دیشه بیشتر میستم تو یعقوب بگردم من خود رضایت ندارم که من برو دری پر روغن بستم یا 20 پر روغن بستنم یا پاری پا برون دشلمه بستم دل من باید که 1 کیلو 2 کیلو دشلمه یک دم بستم 1 تیم روغن بستم بشی برایش بستم وقتی که نباشه یک کجا بیاره همین قبض برقم بیا آدم که کجا بیاره تحویل کن با پیش در خونه کی تک تک کن که تو هم 2000 بده که پول برق رو تحویل کنم ما غریبی بابا نمیشه بابا غریب نباشه مردم موتر سواره ایت ساختمانا کته سواره 6 تا هیچی بخی برو بستو بخی شما برای ما خجالت نکشید یعنی ما برو شما سفیدتره خجالت نمیکشیم من خجالت نمیکشیم من جوانم من دل به دنیا دارم جوانم یعنی ما برو ما انا میرم خیره خیر بریم بابا ننگ شما میکنه ننگ من نمیکنه اول روزی که بابا بوم مرده بود اگه زمین میدش ما بشق میکرده بابا ما میتونه یخن کنده بیدم اصلا نفتا کن نبیدی ما میتونه یخن کنده هایا موشا خونی و گوشتنگی هم مال 6 تون لقه تک بزی میکنه رئیس جان من دارم پینجه بگیره گروه 20 پر روغن دری پر رو 10 پم چای سیاه 5 پم دشلمه همینه که ما بدیم بی زمان ماما جیگرمی عمال میفهمی هر تیم روغن عمال 13-14 صد قیمت اینا ما اشتباه شما عمال 1 سیر روغن عمال به 25 پی میگم بالا از دخمه من نمک پاش نده که کجا که خواه کنم اینو طول کده چیکار میشه دیگه ما روزا رضایت هم نکنه خود دیگه چی مستیم؟ خب گفتم سکو 20 پر روغن بله دری پر رو دری پر چای سیاه 5 پم دشلمه همین رو به شما میگین همین رو به شما میگین باور کنیم عمال سیر نیم سیری 8 روپیه میشه باور کنیم خب خیر هر چی بشه من برم در پر رو بدم ما دیگه انا میگم 5 دقیقه است کنم چه باشه خدا دیگه نمیفهمم باشه خیر بینی خیر بینی خدای بیچاره ایران افتسایی واقعا دل میوزی بیچاره بساخته با خدای بیچاره ایران سعید خان با خود گپ میزنی چه کار کنه این آدم خانه میگم بیامد بیچاره و پینجر به 5 قلم جنس بود به خدا چی بود پینجری به چی میشه 20 سه کن چی بود 20 روپیه روغن برد
داری به رب برد، داری به چای سیاه، 5 به دشلمه برد. با خدا این بیچاره وقتی که بیامده ببین سرا کرانشینه، اما هر دفعه میته میای یا او به چی او میای گیلگ می سادگار کردم میای اینجا میخنده و تا سودام برا مار دیوانه میکنه، یا او میای بیچاره هر چی گاله بورد. بفهمیدی بله تو از هر کدومی هم 1 کیلو دشنمه، بله 1 لیتر روغنه، 2 بله. سیر چای سیاه. اینایی که بورد که میگی بورد 25 و 10 روپیه از هر کدوم 1 کیلو 2 سیر چای سیاه روغن اینا رو همه به تا پلاستیک و بورد در سرای بگو اینا رو از شما میده. باشه برده، چشم برده. باشه. بیچاره خیلی آدم غریبیه. سید جان بله هر دمی که میای مامادم خان یا گیلک با چی و برات چیز میزی 100 روپیه 50 روپیه که برات چیز میزی میایه برات این وسایل خونه داری که بله میایه میبره پولم از اونا نست و میته خدا و هر چی که تا میده کن از هر کدوم یک چیز میزی برای و بده. باشه او حالا که اون وسیله‌ای که گفتم برو بده دم خونه اینا خیر بینی. باشه خوانه. وای 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 خدایا دیگه خود تو دیگه رحم تو بالی از این غریبا باشه. ما که از این بیشتر دستمون نمیرسه. چیزی که خدا واسه بده میده. او اگه دیشته باشه چرا برای 20 روپیه روغن بیاره. 1 لیتر روغن حالا به 150 روپیه. خدایا دیگه خود تو رحم تو بالا از اینا. خوش شدی گیلا گیلا خوش شدی نگو بخی کمان که دستم بنام کرده بخونه هم روغنا و ربا و چایا کمان که نون تیار که خودتو چاش بخوره نه نیه همیته میگم بخی خالی روغن نه اندازین که 20 روغن خریدم دیگه بار کنه دیگه پس چیکار میکنی؟ چاشی چی نمیخورین؟ عدس بار کنم اما عدسان بنام کرده اگه بابا شولش گپینیه دیگه نگیم شوله چرا شلشه؟ محل دیاد ندارم حالا به خاک کرده غمی شده که چیکار کنم مادرتون یه دیگه چیکار کنم؟ عدسال بوشی رو مندازم دیگه عدسان بنام کرده کچلی هم هستم یک دوتا کچلی هم تن بنداز میده کن خوبه؟ با خالی روغن نه اندازینی نه نمیگم نمیاد سر در نه نمیه چشتکی نمیه بخی بابا ما امام بریم شیر بسته که جدا بخواد که غنیبت یک شیر کله تو خرابه خونی داده منه گناه خب داره باشه خونه داده تو با او چی داره؟ باشه یه لیو عزیز زندگی از کیاره وقتی برم اینو بار که بخوره وقتی با خدا برسه چرچه خور طلب کنی بمیجی وقتی گپ کم کن دلچینی که چیکار کنم دلچینی؟ بله کمک کنه خودمه خب میره کمک میکنه وقتی دلچینی تمام پیازم مندازم بابا اشتنه میدن پیازم بنداز وقتی بله چسب خیال ال کمک کنو بابا خستادم اشته تنبالیه مثل که بالای رگاه شیشم خواه خدم برم بخونه رو من بیان پیش دیگه شیشم بابا این گوشته خراب ورده که خراب شده